نشه گم شو بر زن موتور سوار شه موتور سوار نشه. خانم فقط باید ظرفش رو خونه داری کنه، خونه داری بچه داری کنه، بچه بزاد، نه که موتور سواری کنه. آقا من میتونم اینجا بشینم؟ احمقانه. احمق چرا اومدی بیرون؟ چرا فرار کردی؟ مگه بهت تو نگفت؟ خونه دعوا کردیم گذاشتی خونه بمونم. گذاشتی خونه بمونی؟ تو گم می‌خوری میای بیرون با موتور. مگه 100 بار بهت نگفتم؟ چرا خودت سوار چرا موتور میشی؟ اون وقت جرمه من سوار من مردم تو زنی به درد نمیخوره چه موتور سواری. فرقی داره؟ موتور سواری به کلاس کار تو نمیخوره. مگه موتور سواری به زن و مردشه؟ نگاه کن. این چیه؟ بنزینه. ببین تو رو خدا نکن بنزین نده. چیکار می‌کنی عمو خودم چیکار می‌کنی؟ جان چیکار می‌کنی داداش خواهرم موتورش میخوام آتیش بزنم. برای چی خودش هم خواهرت آتیش باشه آتیش بده بیا بابا خودم آتیش میزنم. بده من یه دوست بده من چیه این ورزش شما چی می‌خواید؟ احمق می‌خوای چیکار کنی موتور خواهرم میخوام آتیش بزنم. گم شو با موتور چی آتیش نمی‌کنی گم شو بابا این بده نکبر وایسا دقیقه. من اختیار خواهر نه اختیار خواهرت هم نداری تو چی کاری که اختیار خواهرت داشته باشی زن نباید موتور سواری کنه. با چیکار کنه زن زن باید ظرفشونه. بعدش میشوره بعد از موتور سواریش میشه گم شو بر بابا این گم شو بر زن به درد بچه داری میخوره نه موتور سواری. به اون بچه داری چه میکنه گم شو بر بعدم مگه تو عصر قجری تو عصر قاجاری کجایی چی کاری تو الان میگه زن موتوره. الان زنا اتوبوس سوار میشن کامیون سوار میشن نیسان سوار میشن موتور سوار نشن دیگه مجلسش تصدیق کرد تو چیکاره حسنی برو بر من خوشم نمیاد خواهرم موتور سوار شه. به تو چه یا خون بد بار گام شما با فرار کرده گام اخونه. راست میگی خان خب وقتی تو خونه دعوا میکنه چیکار کنم؟ اخونه فرار. بابا نداری بابا نداری جواب بده چه ربطی به تو داره؟ چه ربطی داره اصلا زن نباید موتور سوار شه. تو چه کارشی زن به اختیارشو داره یا میگه سوار میشه یا سوار نشه گم شو بر زن موتور سوار شه موتور سوار نشه. خدا. خودش انتخاب. خواهرمه دوست ندارم موتور سوار شه. آبجیتونه؟ آره. خب شما خب برادر داری حق بدی. نه من سلامتی میخواد. اصلا نباید زن موتور سوار شه. چرا؟ من موتور کنم نداری مخالفم. تو خودت موتور نداری دارم موتور دارم. اینکه زنا نباید سوارشن این یه بحثه خب که اصلا منطقی نیست. چرا اونم کار داره آدمه مثل همه مردا حق داره استفاده بکنه خب ولی خب اینکه سر پوششش جوری باشه که خودش آسیب نبینه خب یه حق داره. الان یعنی میگی شما با اینکه زن و موتور سوار میشن مخالف نیستی؟ نه. موافقه؟ تو چی کاری وقتی پوششش رو رعایت بکنه کامل بشینه کسی جلب توجه و که چرا تو چی کاری برو تو خونتون قفلش کن چرا میخوای آتیش بزنی شما خانم فقط یه چیزه. دیدم داره فیلم داریم میگیره. دورو مخفی میگیریم. داریم دورو مخفی میگیریم. یه دست دیدم داره فیلم یه دست میگیره. تکون میده. ولی من مخالف نیستی؟ نه کلا مخالف نیستم ولی خیلی شما شیر زنی. نه دست جدی نمیگم. میگم من نه الان فکر کردم یعنی داره از دعواتون فیلم میگیره متوجه نبودم. آها شما فکر کردین که داری عوشک دعوا میکنی. آره من اینو فکر کردم. آره من فکرم داریم واقعا دعوا میکنیم ولی داشتی دمش کرد. واقعا خیلی راحت. یه دست تکون میدی. اصالتا کجای شما؟ من مشهدی شما اصالتا کجای؟ من کرمانی هستم کرمانی. ولی یه دست تکون موتور بده. سواری اشکال نداره. یه دست تکون میده شما. ولی اوکی. حجابت هم رعایت کنی قشنگ‌تر. بیا عزیزم. سلامت باشی. تو واقعا یه گاویه. چون به یه آدم یه بار میگم موتور سوار نشو سوار نمیشه. ولی تو نفهمی چرا نمیفهمی؟ کم داری؟ عقب مونده ای؟ چرا من عصبی میکنی؟ چیکار کردی؟ سل چه ربطی داره؟ من مردم تو دختری. جان جان چیه؟ چرا چیکارش ربطی چیه؟ نداره؟ داداش به تو ربطی نداره. یعنی کیه؟ چیکارش چی؟ خواهرم ها؟ خواهرم اونش خواهرته؟ خواهرمه. با خواهرت داری اینجوری صحبت می‌کنی؟ به تو ربطی داره؟ آره دیدم داشتی چی میگفتی. چی میگفتم؟ خانم نباید موتور سوار شه. خانم نه موتور سوار نباید شه. موتور سوار شه. این خیابون فقط مال تو لابو. مال من نیست مال همه از غیر از خانوما. فقط مال آقایونه. خانم فقط باید ظرفش رو خونه داری کنه، خونه داری بچه داری کنه، بچه بزاد، نه که موتور سواری کنه. تو بس که تاریخ نخوندی نه؟ چه ربطی به تاریخ داره؟ چه ربطی به تاریخ چه ربطی داره؟ به تاریخ داره؟ زمان خشایارشا زنا جنگ و رهبری می‌کردن، مرزا رو جابجا می‌کردن. یه موتور یه کار سختیه. به قرآن دست و پاتو میشکنم موتور سواری که چی موتور تمام. این داداشته واقعا؟ بزن. چی می‌گی میشه؟ ببین.
داداش چیکار می‌کنی؟ یه بلای سر میام دیگه آرزوی موتور کنی میرم میفروشمش. بیا برو بابا بیا بابا برو تو- خواهرت اینجوری صحبت بابا نکن حرف سیز نزن بابا حرف سیز انگار نزن. حرف من تو کلت نمیره یه جوری دیگه باید رفتار کنم حق این موتور سواری نیست. حق این موتور سواری حق نیست سواری هم نیست. خانم مال تو فقط لابو آقایون فقط سوار میشن خانم اصلا نباید موتور سوار شن. من خودم موتور سوارم. خب فقط موتور سواری مال مرداست. به کلاس بعد این مستقل رو پای خودش داره موتور سوار میشه بحث اون نیست. بحث اون نیست. بحث خودش- چیه؟ خودش هم اون موتور رو خریده ولی من خوشم نمیاد دختر موتور سوار شه. خوشم نمیاد سوار شه. حرف به خوشت خودم میزنم. نمیاد سوار شه چیه این کار سختی بابا بیا کنیم داداش. باید اینجا مامان تو بعد به دادیم بزنیم ایمانشان نرسی خواهرت باشه دخالت میکنی الان. خواهرت باشه باید ازش حمایت کنی روبروش وای میسی بیا برو حرف دور نگو بابا برو خونتون بابا برو خونتون داداش بس من فقط این باید داریم مخفی میگیریم. خیلی عصبی نباش. دوربین مخفی داریم میگیریم. روی مخفی داریم الکی دارم. کدومی الکی بابا، داری الکی. میگی بابا چی؟ ما تو شوخی دارم بابا بگو دوربین مخفی. مخفی آقا مخفیه. ببخشید. ما داشتیم که سشتم نمی‌گرفتیم. ممنون بابت. خیلی مردی. میخوام منو بکشی. نمیدونم والا نکشتیم تو اونجاش نرسیده بود والا دوربین مخفی اصلا اون لوری دوری پرسون دورا بالا. آقا هدیه رو بهش بده. این فاکتور آقا خیلی مردی ها. دمت گرم. من باید کل اینجا رو برات دست بزنم. کسی نیست. دست پشت ماشینه. اوه یه دست تکون میدی. پرچم دورا خیلی بالاست. یه دست تکون میدی. آقا دمت گرم. نکته